بینانی محترم، چه خیلی وعده کرده بودم گفتم از شهر دوشنبه افیر میکنم. در اولگاه افیر من تکرار کنم که برای خود نمایی نیست، برای رکلام نیست، برای چیزی دیگر نیست، تنها برای بدبینی هم نیست، برای نگاتیو چیزهای هم نیست، تنها برای دوستانی که من میخوام که اونها با من باور کرده باشن که سر تشویش هستیم. اینی موسم کاری ما است. اینجا 46 میکرورایون دوم 23 شهر دوشنبه است. امروز عروس میبریم. کارنایچو تایوری دید استودان. نه کارنایچو دیده. تایوری دیده استودان. بدهی دشت قاضی شهر پنجکین عروس میبریم. آدم هایی که اکوی مقامدی نمیشناسن تبریک کنید اونشونا. فرزندشونا اویلدار کرده استودان. زنده باشید، سلامت باشید. انا همین گونه هر هفته ما در توی‌ها میان هفته ها میان روزها در توی‌ها به همین خاطر بعضن وقت ما نمیتوانیم اثبات کنیم که بوسکشی ها رو پیشکش شما گردانیم. و یک چیز رو من با سری بلندم میتوانم گفتن که من همینجا اگر یگان نوار بردارو اگر تماشا کرده ایستاده باشن همین چیزا تصدیق کنن، در بازی های بوسکشی یک با اون نواری که با یک اسباب گرفته می شود منتج کردنش شخصا برای من دو کردو اما دو کامرگی یا سه کامرگی رو منتج کردن کاری هر خیلی آدم نیست. باور کنید من یک چندین شاگرد دارم در مسئله منتج کردن، یک تا دو تا سه تا هستن، نمیتوانند حتی سه کامرگی توی دیگر چیز بوسکشی دیگر چیز است میتونستگیش هم هست، اما مقصدی گپ هم چیه دشوار است و در یک ساعت و دو ساعت و یک روز و کاری شدگی نیست. دو روز سه روز میرد. به همین خاطر ما معذرت میدونید، انتظار میشه. یک جهان تشکر که درباره ما هستید. من تنها چه خیلی که گفتم وعده کرده بودم که از شهر دوشنبه ایستاده افیر میکنم، یعنی افیری ما است. من دینه باور کنید از همون خوجند برآمدم. پری روز من افیر کرده بودم به فکرم، شب خواب کردم خوجند، دینو سحر از خوجند برآمدم، آمده حتی خانه ندار آمدم، هم تو آمدم رسیدم گشته آمدم دوشنبه. دیروز در دوشنبه بودیم، امروز من اوز در دوشنبه هستیم. تا عروس گرفته و برده و ساعت 6 بیگاه بزم داریم، تا ساعت 11 12 شب در بزم هستیم، تا عروس جا بجا میکنیم. پگاه روزی دیر شاید میخیزیم تا چیزای جا بجا میکنیم. روزی پنجشنبه هم به اتمام میرسد، یک روزی جمعه باز گجا توی. به همین خاطر عموما سخنهای من برای چی است؟ به اون خاطری است که همین وقتی که من بوسکشی دیر میپرتایم بعدم به همون برادرای هم تعلق دارد که همین بوسکشی تمام شد در رب زنگ میزنم میگم اسبی من پرتاید یا همون سالمی کردگی من پرتاید. و من مجبور هستم که همونو خفه نشوم. گفته قسم خورم که من دستم بند، قسم خورم که امروز نمیتوانم من در توی، یا باور نمیکنن شاید که خفه میشوند. با همین گونه آدم ها هم تعلق دارد که از ما خفه نشوید. به نهایت سرکار هستم، به نهایت. خلاصه گپ خدا نگهبانتون، پناهتون بر خدا. من میخوام که افیر رو خاموش کنم زیرا که توی دارم انتظار. خدا حافظ. یک مرتبه دیگر کارنایچوی نشان دهم با شاید باور نکننده تیاری. یا اونا دا اونجا نگاه کرسن نمیدونم عروس زندگی باشن فهمیدن حالی ولی کلی نبیان دامدانشون بیفایده ده. کوارتیر فروشی هست می نمیدونم، بوسکشی هست می نمیدونم. تو شو فبیبولا زنده باشید. یک جان تشکر. و همتون خدا حافظ. خودتون احتیاط کنید. و فکرم اکنون بوسکشی پنجکین بعد از بوسکشی سار بعد برو چی همتون با خدا.